یگان وقت بعضی دوستا شوخی میکنن، میگن مردم به دیگه چیزا عاشق میشون، تو به یک مردم، یک ملت عقب مانده جل زده فلان فلان عاشق هست. با خدا قسم دوستای عزیز که در مقام رسول شیشتگی هستم. از افغانستان سفر میکنم، در هر سفر خارجی الحمدلله در هر جا با لطف خدا، برکت قرآن و دعای شما بسیار و سربندی استقبال میشم و تمثیل عالی از کشور خود میکنم. 5 روز خارج از افغانستان به ما 5 سال تیر میشه. وقتی که بالای فضای افغانستان میایم، درست است که میدان هوایی کابل ما فقیر هستیم، بیچاره هستیم. این خانگک‌های گلی که در اطراف میدان هوایی است، از قصرهای کشورهای پیشرفته وقتی که من میام، یا چقدر به من شیرین و لذیذ است. قربان گرد و خاک خواب میشم. مادر جان وقتی که از دنیا میرفت، از مادری دیگه الحمدلله برادرها و خواهرها دارم، از مادر خودم یک دست خداوند غریب رحمت داشته باشش. 3 ساله ما بودیم و مادرم از دنیا رفته، از دست پدرم گرفته در وقت سکرات مرگ و پدرم گفته که اینمی بچه به نام خدا وقف است. الحمدلله پدر جانم خداوند در دنیا و آخرت عزت بده. همیشه که می رفتم که پدر من خوب بچه قریه هستم، بگذار که من کمک کار کنم که کار یاد بگیرم. بچه می گفت ما وصیت مادر تا فراموش کردن نمیتونم که بچیم در راه خدا وقف است. وقتی که مادر جان مرا وقف کرده است، یکی مادر نسبیم در راه خدا و در راه مادری معنویم که افغانستان عزیز است، من در راه الله، در راه قرآن، در راه افغانستان وقف هستم و این افتخار به خود میدم.